عایشه رضی الله عنها میفرماید در سخنهای خود روز با جناب پیامبر نشسته بودم، گفتم یا رسول الله، یک خداوند متعال من به رمضان رساند و به دهه آخر رمضان که یک شب او را شب قدر میگن، خداوند متعال من موفق به اون شب کرد. یا رسول الله، با من چی نصیحت میکنی، چی دعا کنم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا عایشه دعا کن اللهم انک عفو کریم تحب العفو واعف عنا یا کریم. نگاه که چی زیبا پیامبر میفرماید، خدایا تو بخشنده و مهربان هستی. نگاه که خدایا تو بخشنده و مهربان هستی، یا الله تو بخشش دوست میداری، خدایا گناه های ما را ببخش. نگاه که بهترین دعا را رسول الله صلی الله علیه و سلم به عایشه مادرمون تعلیم داد. از این حدیث چند حکمت ما برداشت میکنیم. یکم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه که تعلیم دعا را به همسرش عایشه مادرمون تعلیم داد. دیگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اهل بیت خود را تشویق به چی میکنه؟ به شب قدر میکنه. به همین خاطر هر مسلمان در هر کجا که باشه خداوند او را بر این رمضان رسون و به شب قدر که رسون این دعا را غنیمت بدونه. خدایا تو بخشنده و مهربان هستی و بخشش دوست میداری، خدایا گناه های ما را ببخش. آیا بر رمضان دیگر خداوند من تو را میرسونه یا نمیرسونه؟ این را جز الله کسی نمیدونه. به همین خاطر الله متعال این ماه رحمت، این ماه مغفرت به ما و شما که آورد، این شب قدرش هم بدونیم چگونه که الله متعال هم در قرآن این شب وصف میکنه. به همین خاطر خداوند که همه ما و شما را بر این شب از فضیلت این شب خدایا برخوردار بگرداند.